ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد خواجه میروف معاون رئیس شورای علمای دین ولایت حضور دارند. استاد خوش آمدید میگم. ما امروز همراه استاد در مورد دعا صحبت میکنیم، دعا و منفیت آن. استاد عزیز، معلوم است که دعا این یک نمودی عبادت میگویند. چرا آن را یکی از عبادت های مهم در اسلام گفتند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى و علی آله و اصحابه المجتبى. دین مبین اسلام دعا را بهترین عبادت گفته است. بله. ما عبادت را از کجا میدانیم که عبادت است؟ اگر در همون چیز عملی که ما میکنیم دستور الهی و دستور پیغمبر خدا علیه السلام باشد. اگر دعا را عبادت گفتن، این در این باره دعا کردن آیات های بسیاری است. خداوند دستور داده است. پیغمبر خدا فضیلت و ترتیب و آداب دعا کردن بیان کرده که هستن. از همین لحاظ هم یعنی دعا بهترین عبادت است. از کجا ما میدانیم؟ اکنون برای خاطر بهترین عبادت بدنش دلیل ها را گفتن ما در کار است. پیش از همه الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه که ادعونی استجیب لکم. پروردگار بینید که در یک کوتاه‌ترین آیت یک دعا را با مستجاب شدنش هم وعده میکنه. بله. پروردگار کریم، پروردگار رحیم، پروردگار مهربان. بینید که میگوید که ادعونی استجیب لکم. در یک آیت کوتاه میگوید پروردگار دستور میده که ای بندگان من دعا کنید. آیت دیگر به نگذشته و من وعده کرده است که دعاهاتون شما میکنه مستجاب میکنه. این آیتی که هست درباره عبادت بدن دعا. دویمش پیغمبر دیگر آیت کریمه هست که وقتی که همین آیات ها نازل میشدن صحابگان پیغمبر حیران میشدن که چطور دعا کنن. آیا بلند دعا کنن، آیا که پس دعا کنن. به همین سوال ها و ها مراجعه نکرده خداوند که از به علمش از دل همگان که آگاه است، ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. خداوند در قرآن تعلیم میدهد که شما گویید که ضمیر ما به چیز است، دلهای ما به چیز هست تو میدانی. لیکن از همین چیز با خبر بودن پروردگار اثباتش انمی آیت کریمه. وقتی که در ذهن صحابه ها همین چیز پیدا شد که پیامبر خدا اینقدر درباره فضیلت دعا سخن کرده ساده. خداوند خودش میگه ادعونی استجیب لکم. ما چه دعا کنیم گفته در ذهن ویها که پیدا شد. در همین وقت یعنی الله سبحانه و تعالی به حبیبش خبر داد. گفت که و اذا سألك عبادی انی فانی قریب. سبحان الله. معجزه بدنی آیات ها رو بینید که مهربان بودنی پروردگار رو بینید که در یک آیت در پی در سه جا بزرگی عظمت خودش، مهربان بودن خودش، قادر و توانا بودن خودش بیان میکنه. چی میگه؟ و اذا سألك عبادی. نگفت عباد. پروردگار با پیغمبر گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که بندگان من عبادی بندگان من انی از من میپرسن که در کجا هست پروردگار ما دعا کنیم که دعاهای ما رو شنود. در دوام آیت پروردگار میگه فانی قریب. سبحان الله. پروردگار میگه من در همون جای دعا میکردی گوش حاضر هستم. فانی قریب. سبحان. ببینید پروردگار ببینید این مهربانی برای بندگانش که در دل صحابگان پیدا شد. مثلا در دل هر یک انسان پیدا میشه. مثلا دعا چی کنم؟ دعام چی نمیشه باشه. دیگه الله سبحانه و تعالی ببینید که از دل بندگانش با خبر که هسته این مکمل جواب داد که این محمد بندگان من از تو آمده میپرسن. حقیقتا میپرسیدن که پروردگار ما چه دعا کنیم. گو که یکم من زحمت نکشم برای دعا کردن. چی طوری که دلشون میخواهد دعا کنن من قریب هستم. در دوام آیت پروردگار باید بشارت دیگه میده. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. سبحان الله. در این آیت کریمه بشارت برای همه بندگان، نه تنها برای مؤمن مسلمان.
چون در سرسبی آیت خداوند همین بندگان ذکر کرد. در این آیت پروردگار اکنون چی میگه؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. من میگم وقتی که از من میپرسن، من اعتراف میکنن بزرگی من میشناسن، من دعای ویها رو چون میکنم استجاب میکنم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پروردگار لیکن در این دوام همین آیت میگه که حقیقتا باید که ایمان بیارن، گویند که ما پروردگار باور داریم که دعا ما رو قبول میکنه. این برای خاطر نمون انسان ها رو با دعا رغبت کرده کنانیدن، با دعا شفقشون زیاد کنانیدن، هم شرط های دعا رو میگه که باید که صدقاً باوری داشته باشد که دعام قبوله. شاید که خداوند میگه که از سبب همین دعاهاشون ویها راشد میشوند، یعنی ویها نجات یافتگان میشن. ببینید که بهترین عبادت بودن، بهترین عبادت بودنش ان همین آیات های کریمه البته تصدیق میکنن که دعا چی است، بهترین عبادت است. بود در یک حدیث هم در این باره البته گفته گذاریم، پیغمبر خدا میگن که الدعاء مخ العباده. این حدیث پیغمبرم دلالت میکند که مغز عبادت چی است؟ دعا هست. یا که در دوام حدیث میگن الدعاء هو العباده. سبحان الله. در یک حدیث پیغمبر خدا میگن دعا خودش عبادت است. مغزش هم خودش است، پوستی مغز هم خودش است، دعا کلش عبادت است گفته پیغمبر خدا بیان میکنه. از این حدیث و آیات ها معلوم میشه که بهترین عبادت این دعا بود است. بله تشکر. واقعا ما همیشگی وقتی جایی که می نشینیم، وقتی به منزل وارد میشویم، وقتی جای رفتنی میشویم، اجازه میپرسیم یا دعا میپرسیم، حتما به دعا نیاز داریم. استاد عزیز، من میخواستم اینجا در مورد آداب دعا از شما پرسیده باشم که آداب دعا چند است و چگونه باید دعا کنیم. وقتی که ما هم آداب های البته دعا رو گفته میگذاریم، در داخل همون آداب ها نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آداب های دعا را یعنی 9 تا حساب کرده هستند. 9 تا آداب های اساسی. البته آداب های بسیار دارند، لیکن آداب های اساسی 9 تا شمرده از قرآن و از حدیث دلیل آورده. 9 تا حسابی دیگر. یکم آدابی که طبق علماهای مذهب امام ابو حنیفه و جمیع علماهای اسلام هست، این یکمش همین که البدایه بالحمد والثناء لله والآخر الصلاة علی النبی. یکمش میگن که یکم آداب دعا وقتی که دعا میکنید و خداوند دعا را به حمد سر کردن، الحمدلله گفت سر کردن. یعنی حمد معناش شکر، ستایش. و این چنین میگن در همون دعا در آخرش چی باشد؟ و پیغمبر صلوات باشد. یکم آداب همین که دعا را میکنید گفته میروید آخرش چی؟ پیغمبر و صلوات. دلیل از کجا؟ ما گفتیم که البته اینها علماء اسلام هر چیزی جدا کردگیشون به دلیل نمیشه. دعا را درباره این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم. پیغمبر خدا میگن که همین دعاها پیچیده می استد، محجوب گفته پوشیده می استد، تا به مادامی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات نفرستیم همون دعا پوشیده می استد، گشاده نمیشه. این آداب اولین دعا. اکنون از اینجا سوال شاید در ذهن شما سوال پیدا شود که شما گفتید به حمد سر میشد و به صلوات، چرا صلواتش گفتید حمدش نگفتید؟ چون که درباره به حمد سر کردن بسیار هم تعلیمات الهی در قرآن است. وقتی که خصوصا حتی تعلیمات اهل جنت هم میتد که دعای اهل جنت که وقتی که جنت میدرن و ها چه میکنن؟ وقال الحمدلله الذی. تعلیمات هست در قرآن در بسیار که و ها بندگان من اهل جنت پیغمبران دیگر مؤمنان ها دعا را با حمد و ستایش من سر میکنن گفته، یعنی خداوند چند جا ذکر کرده است. این آداب اولین دعا، یعنی به حمد سر کردن، دویمش شکر کردن و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. دویمش همین که حضور القلب، در وقت دعا کردن حرکت کند که انسان دلش در همون جا حاضر نگاه دارد. دعاش از حضور قلب باشد. دست برداشته دعا کند و فکرش در دیگر جا باشد، آداب دعا نیست. چون پیغمبر خدا چی میگه؟ حضور قلب. در این باره دلیل از کجا است؟ پیغمبر خدا میگن که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. سبحان الله. وقتی که شما دعا میکنید
همین خیلی دلهاتون حاضر در وقت دعا دارید و تصدیق کنید که دعاتون مستجاب است. سبحان الله. در همین باره یک روایت دیگر عبدالله ابن عباس میگن که انسان میگن حرکت کند انسان مومن در یک چند جا قلبش همراه است، دلش همراهش باشد. یکمش در وقت دعا کردن. و آداب سیومینه که یعنی علماهای اسلام میگن رو به سوی قبله کردن. چون در حدیث امام بخاری آمده است که البته این حدیث ها رو ما گویم وقت بسیار میگیرد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حرکت میکردن که وقتی که دعا میکردن رو به سوی قبله میکردن. این سیومین آداب دعا کردن که البته امروز همه ما به این نیاز داریم. همه ما به این ان شاء الله این موضوع میشه که از این موضوع خصوصا با در همین روزهای ماه شریف رمضان و در این حالت هایی که این یک وبای عصر بر آمده دنیا رو تهدید کرده است، برای یکی از وسیله های یعنی نجات انسان این هم دعا هست. یعنی سیوم آداب دعا چی بوده است؟ یعنی طرف قبله گشتن. این و چهارم آداب دعا میگن که معرفت و اوقات المستجاب، دانستن وقتهای مستجاب دعا. چه کردن؟ دانستن وقتهای قبول دعا. مثلا وقتهای قبول دعا کدام هستن؟ مثلا یکم بار وقت قبول دعا وقتی که انسان میره، وقتی الان حاضر ماه شریف رو، وقت افطار، وقت سحر خوری، بین اذان و بین چی؟ قامت. کسانی که انشاءالله حج میروند در وقت اولین بار دیدن خانه کعبه، در عرفات و امثال این وقتهای قبول دعا هست. اما وقتها شناختن وقتها هم یکی از آداب چی بوده است؟ آداب یعنی همون دانش وای بوده است. اکنون دیگر پنجمین چیزی که برای خاطر آداب دعا است رفع الیدین، برداشتن دست. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه فیرده صفرا. پیغمبر خدا میگن که وقتی که بنده میگن خداوند در سرسوی حدیث میگن ان الله حی کریم، پروردگار شما میگن زنده ابدی هست و کریم است، سخی هست. اکنون چرا در سرسوی حدیث پیغمبر خدا سخی بودن خداوند بیان کردن که دوامش میفهمیم که چون که پیغمبر خدا چرا این چیز گفتن. از همین چیز یک چیز فرصت استفاده برد یک چیز گفتنی هستم، ان شاء الله به این موضوع میگردیم. پیغمبر خدا میگن که وقتی که انسان صفاتهای خداونده مثلا کریم سخی میبیاد، اگر همین شونه و یا که خونه در جا همین بیاد استاده در همون جا میگن از پروردگار از کرمش پرسد، یا یک جا از صفت غفور بودن بخشایش خداوند از صفتش است، همون وقت اگر ذکرش کنه همون جا استاده میگن از خداوند بخشایش پرسد. حتی میگن در وقت قرآن خوندن که هم اسماء الله میبیان، در این حدیث هم پیغمبر خدا چی میگن؟ ان الله حی کریم، خداوند زنده همه دعا رو میشنوه، کریم سخی هست. اگه سخی بودنش در دوام حدیث پیغمبر خدا میگه وقتی که بندش میگن دست میبردارد دعا میکند، الله شر میدارد که دست همون بندش خالی گرداند. سبحان الله. ببینید اکنون این پنجم آداب چی بوده است؟ دعا. ششمش عدم البخل فی الدعا، در دعا کردن بخیلگی کردن در کار نه. ما از کجا میدونیم؟ یک قصه مشهور است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودن، یک صحابه اومد یک عملی که کرد و عمل بعد در نماز نمیکرد، یعنی عکسه داد، بعد از عکسه دادن خودش جواب داد، بعد از عکسه دادن جواب دادن که پیغمبر خدا امام بودند و دیگر صحابه ها از کار این ناراحت شدن. بعد پیغمبر خدا دیگر صحابه ها رو گفتن که بابای سخت نرسن، گفتن شما استاد من این رو میفهمونم. وقتی که دست مبارکشون در کفت همون صحابه مونده فهموندن، و صحابه رفتار معلم بشریت، کردار معلم بشریت، این خاکساری و تواضعی که در وقت کم بوده چقدر اصلاح کردن پیغمبر دیده. در حق پیغمبر یک دعا کرد، چی گفت؟ اللهم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. گفت که پروردگارا، گفت تو منو همین محمد رحم کن، همراه ما دیگرها رو رحم نکن. در پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد ازش گفتن که رحمت تو در رحمت خداوند گفتن، در دعا گفتن بخیلگی نکن.
همه پرس همه رو پرس. یعنی یکی از آداب‌های دعا چی بود است؟ این چی باشد؟ یعنی عدم البخل فی الدعا. در وقت دعا کردن باید که چیکار کند؟ بخیلگی نکنه. باید که دعا حق هم دعا کنه. همین ادامه منطقی خود تو استاد من می‌خواستم همین توضیح دیگه گوه مثلا میگه که خدایا به کوب برسون بعد به من مثلا کوب اول کوب برسون بعد من یعنی من هم تو ساده که فهمیدم که مثلا به گویشی مردم که مثلا عادتا وقتی دعا میکنه اگه چیزی رو طلب میکنه خداوند میگن خداوند کوب برسوند بعد من به یعنی اینم حکمت از همون پایی همون حدیث. این سخن شما گفتگی دو حکمت نبوی هست. یکمش همین که انسان خودش خاکساری خودش بیان میکنه که در حدیث اومده است. البته این موضوع ما اگر گریم با بسیار وقت میگیره چرا نه که کوتاه گفته میگذاریم. پیغمبر خدا میگه وقتی که همین طرفی شما گفتید بندش دعا میکرده خداوند خوشش میاد است. این بنده میبینید که اینقدر سخی اینقدر مهر اول برای دیگرها میپرسد و بعد برای خودش میپرسد. گفته خداوند شفقش میاد است، حواسش میاد است، پروردگار خرسند میشد. اکنون این یعنی ششمین آداب دعا چی بود درباره بخیلگی نکردن. هفتمین آداب دعا عدم طلب ذنب، یعنی در دعا باید که گناه طلب نکنه. مثلا دعا کرده است برداشت از صدق دل آداب‌های دعا رو طرف قبله استاد و حمد گوید، بعد از حمد باز صلوات گوید، با طرف قبله استاد دیگر آداب‌ها رو بیارد. بعد در دعاش پروردگار من موفق مال یک کس دوزم یا یک کس کشم یا یک کس بتراه حرام خطرم این دعا رو نکنم. گناه طلب گناه نکردن یکی از آداب‌های دعا هست. و این چنین هشتمین آداب دعا حاضر سوال دادید که در همون سوالتون گفتم که از این میبرد، یعنی عدم العجلت لقبول دعا. برای قبول دعا شدنش دعاش قبول شدن سراسیمه نشود. سراسیمه نشدن در قبول دعا. اکنون البته این چیزها رو شاید که ما گفتگی باشیم با یک بار دیگه از آداب خالی نیست، چون که امروزها همگان به همین دعا احتیاج دارن. چون که برای خاطر همین بعضی کسا شاید که ما همه دعا کردیم دعا کردیم این بلا خدا نگران ساده گفته هرگز این دلشون بنبیاد. چون که پیغمبر خدا میگن که دعا میگن اجابتش سه خیل میشه، فایدهش سه خیل میشه. یکمش همین که همون نتیجه دعا رو انسان مشاهده میکنه، دعاش مستجاب میشه میبینه. دومش همین که وای مشاهدهش نمیکنه و یا نمیفهمد لیکن همون چیزهای می اومدگی تا روز قیامت هم بلاها رو میکردن. سوم دعاش مکافاتش از این هم بزرگتر در روز قیامت وقتی که نامه اعمالش میبینن ثواب دعا کردن چقدر بسیار بوده است. همون آدم چی میگفته پروردگارا من میفهمیدم که این دعا رو ثوابش اینقدر روز قیامت برای من منفعت میرسانیده است، همون دو تا دعام در دنیا قبول نمیشدن برای همین روز آخرت میمونده. اکنون از این معلوم میشه است که انسان دعا کننده حتما ان شاء الله ماجور بوده است، اجر میگرفته است از همین سه نمود کدومش باشد. هرگز چیکار کنند آداب دعا همین که عدم العجلت لقبول دعا، در قبول شدن دعا سراسیمگی نکنه. اکنون نویمش الدعاء فی حق الجمیع، آخرون آداب دعا کردن انسان باید در حق همه دعا کنه، دعا را خاص نکنه. در این باره یک فضیلتش است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن کدام انسانی که برای چقدر انسانی که دعا کند و عدد همونها در نامه اعمال و ثواب کتابت کرده می شود. و این چنین یک بشارت دیگر هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن وقتی که شما میگن در حق یک انسان، در حق یک برادر، در حق یک مؤمن دعا میکنید، دعای نیک، ان همون دعای کردگی نیک شما رو ملائکه ها در حق شما میکنن. یعنی از این معلوم میشه که ما در حق دیگرها دعا کنیم بزرگتر بوده است، چون که دعای ملائکه درباره قبول دعای ملائکه ها یعنی حدیث های تصدیق کننده است که دعاهاشون چی میشه مستجاب میشه. از این معلوم میشه که اگر ما نسبت خدا ما دعا کرده بسیارتر در حق دیگرها دعا کنیم، ملائکه ها در حق ما دعا میکردن، این از افضل تر بوده، چون دعای ملائکه ها چی است مستجاب میشه. اینها البته درباره کوتاه هم که باشه درباره آداب دعا با آداب‌های بسیاری هست. از سبب البته شاید که وقت کفایه نکردن با دیگر آداب‌های دعا ان شاء الله با دیگران وقت‌های دیگر ان شاء الله مطرح کنیم. تشکر استاد، تشکر. من می‌خواستم یک نکته رو بازم همینجا با توضیح داده باشیم. خب گفتید به هر صورت من می‌خواستم بازم چون همیشگی به شما و به من نیز که مراجعت میشه در مورد این دعا و خواهش میکنم که مثلا با استاد در مورد این شرایطی که امروز ما داریم یک بسیار یک شرط طلب دعا آداب دعا این که مثلا در دعا کردن هرگز
انتظاری اون عجله نکند، یعنی سراسیمه نشود. که حتی من جایی خوانده بودم که مثلا ایمانی کامل این همانی است که او از خدا میپرسد و او باید باور کند که خداوند او را میشنود. بنابر همین مثلا وقتی که ما دعا میکنیم باید این از صدق باشد و ما باور کنیم که او از جانب خالق ما شنیده شده است و حتما مثلا در اجابتش گوییم عجله نکنیم، سراسیمه نشه. اینا استاد من فکر کنم اینا حکمتی صبر نیست هست که خداوند مثلا شاید بندهش مثلا می آزماید که با والله اعلم خودش داناتر و خودش میداند برای چی، اما خداوند چون در آیت میگوید که مثلا شما مرا ذکر کنید من شما را یاد میکنم، خودش الکی گوییم یک خودش بشارتی بسیار بزرگ از جانب خداوند که به همیشگی مثلا گوییم به نامش خدا ما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم به نام اون خالقی که مهربان رحیم و نهایت غمخوار است برای بندگانش. من میخواستم در شرایطی که امروز مثلا مردم همیشگی شما چند شرطای دعایی گفتید و دعایی هم گفتیم که مثلا در همین موردها چگونه دعا کنیم و در انتظاری اون مثلا اگر به روزگاری پیامبر و از خوبی ایشان اگر نظر کنیم مثلا در همین مورد پیامبر بیشتر چی تاکید کردن بس اصحاب خودشون. بسیار انشاءالله چیزی بزرگ است، چون که امروزها تمام مردم دنیا البته قبول کردن گفته طبیب ها مصلحت وی ها که اکثریت مصلحت های وی ها از ارشادات اسلام است. ما چطوری در صحبت های گذشته گفتیم از آن جمله پیغمبر خدا بعضی دعاها داشتن که ان همون دعاها در چنین وقتها گفته میشد، یعنی دعا دعوت المکروه، یعنی دعاهایی که در وقت مشقت گفته میشدن. البته درباره فضیلت های دعا ما استمگر وقتی ما کفایت نمیکند، چون هر یک دعایی که پیغمبر میکردن و چندین فضیلت داشت. لیکن کوتاه درباره دو سه تا دعایی که پیغمبر خدا در همه وقتها میکردن همون دعاها رو گفته میگذاریم. در کم دعایی که پیغمبر خدا میکردن اللهم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. این دعای پیغمبر وقتی دعا میکردن در حق همه دعا میکردن. اللهم رحمتک نرجو میگفتن، پروردگار ولا تکلنا علی انفسنا طرفة عین. در کم دعای پیغمبر همین که پروردگارا ما از خودت در وقت همین آفت‌ها خصوصا رحمتت یعنی چون میکنیم امید میکنیم، چون رحمت خدا که شد غضب خدا برداشت میشود، رحمت که آمد چون میکنه غضب برداشت میشود. البته این چیزها رو در قرآن خداوند ذکر میکند که از سبب بعضی کمبودی انسان ها خداوند چنین بلاها رو عطا میکند. بعضی ها میگن البته غضب خدا هست، این چیز ما پوشیده نمیتوانیم. اکنون علاج این چی بوده است؟ پیغمبر خود در چنین حالت ها میگفتن که اللهم انا نرجو رحمتک، پروردگار رحمتت امیدواریم ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. پیغمبر دعا میکنه حتی مقدار یک میچ زدن ما رو به حال خودمون نگذار، ببینید که انسان عاجز است، هیچ از دستش نمیاد. پیغمبر خدا به همین قدر بزرگی میگفتن که مقدار یک میچ زدن ما رو از خودت دور نکن، ما رو نگاه دار، به همین قدر بزرگی عظمت. اکنون ببینید در دوام دعای پیغمبر ببینید همه واصلح لنا شأننا كله. نه اینجا نگفتن که خداوند فقط حال مومن ها رو نگاه، همون بودگی ها رو گفتن که خداوند همین ما رو احوال ما رو چاکن اصلاح کن. امروز دعای پیغمبر ما گفتنی هستیم که پروردگارا این بلاهای آمدگی از روی زمین بردارد، خودش قادر است، خودش توانا است. دوم دعایی که پیغمبر خدا میکردن میگفتن که یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله. در بعضی دعاها بعضی چیز وسیله کردن جایز است. در این دعا پیغمبر خدا میگن که صفات های نام های خدا را گرفتن وسیله کردن. بعد از وسیله کردن پیغمبر خدا چی گفتن؟ پروردگارا خودت تو در چنین روزهای سختین احوال ما رو تو خودت نیک گردان، چون غیر از خودت این چیز از ما نگاه می‌داشتی که ذات نیست، دیگر نیست. این هم بزرگی عظمت خداوند. و دیگر دعایی که پیغمبر خدا میکردن لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این دعای معروف است. این دعایی که در قرآن خداوند ذکرش میکنه، دعای حضرت ذوالنون که در بطن ماهی در دریا همین دعا را کردن. خداوند در وقت همین میگوید که اگر ذوالنون میگون
در بطن ماه همین دعا رو نمیکرد تا روز قیامت در همون شکم ماهی میمون، در تاریکی ظلمات فوق ظلمات، یعنی یک تاریکی دریا، تاریکی شب، تاریکی درون ماه تا روز قیامت میمونه. از سبب گفتن همین دعاش ذوالنون میگه خداوند ما آزادش کردیم. اکنون در دوام دعا خداوند بعد میگه و کذالک ننجی المؤمنین. سبحان الله، پروردگار مهربان میگه ما چطوری از سبب این دعا ذوالنون از بطن ماه خلاص کردیم و امثال این مؤمن ها هم اگر در سراشون یگون مشقت فراید، یگون وبا بیاید، یگون قینی، یگون کسله های تهدید کننده بیاید، ان همین دعا رو کنن و ها رو ما نجات میدیم. این چنین پیغمبر خدا در دیگر حدیث قسم میخورند، قسم به پروردگاری که جانی من در دست وی است، سه بار پای در پای که کسانی که ان همین دعایی که حاضر کردم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، پیغمبر خدا دعا قسم خوردش میگن به الله قسم، به الله قسم، به الله قسم. برادرم ذوالنون، چون پیغمبرها با هم دیگر برادر خودشون میگن، برادرم ذوالنون از بطن ماه نجات داد. همین دعا گفته کسی که میگن هر روز نکم از 70 مرتبه 1000 مرتبه بخشش 1000 مرتبه همین دعا رو میکنند، پروردگار جمیع مشکلاتش حل میکنه. و این چنین دعایی که پیغمبر در این باره میکردن میگن که بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء. حدیث های صحیح هست. پیغمبر خدا میگن کسی که همین دعا را سحر میکنه، از سحر تا شب و یگان زیانش نمیرسد، شب میکنه تا سحر زیانش نمیرسد. حدیث های متفق علیه. معنیش پروردگار رو با نام خودت، به اراده خودت، یگان چیزی زیان کننده در زمین و در آسمان برای من زیان نمی کند. از خودت میپرسم که این چیزها رو گردن گفتن پیغمبر خدا چه میکردن؟ دعا میکردن. و این چنین در دعاها بسیار هستند که در آخر یک دعای معروفه که شاید که این چیز رو گفتگو داشته بودیم، معنیش هم گفتگو داشتیم، یک بار دیگه تکرارش میکنیم. البته امروز ما به همین احتیاج داریم. پیغمبر خدا دعا میکنن اللهم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. پروردگارا از این بیماری های اومده استاده، از بیماری هایی که انسان ها از اون بیماری ها حذر میکنن، مشقت از بسر انسان ها، و خصوصا در آخر حدیث میگن که من سیء الاسقام، از کسلی های سرایت کننده که امروز این کسلی از گفت طبیبان سرایت میکنند، همون سیء الاسقام گفته محدثان میگن که همین کسلی سرایت کننده است. پیغمبر خدا از همین چیزها پناه میپرسیدن. ما را هم دعای پیغمبر وسیله کرده گفتنی هستیم که پروردگار این بلا را از زمین بردارد، از این بلا مردم ما را نجات دهد. تشکر استاد. و در انجام من دو مسئله های از شما پرسیدنی هستم که در مورد زبان دعا، مثلا گاهو میگن اگر مثلا نفری که نتواند به زبان به شکل اصلیش اگر حفظ کرده میتواند مثلا اون رو به زبانی مثلا بگیم فهمیش خودش بیان کرده باشه. البته دعا اصلا به کدوم زبانی که باید کند، اما اینجا باید فهمیم که اون سوره هایی که در نماز خوانده میشوند، اون دعاهایی که در داخل نماز خوانده میشوند به مانند سوره، اونها رو باید که به همون زبان عربی خواندن دارد. اما دعاهایی که دیگر هستند اینها رو به کدام زبان، به کدام، البته من هم اطراف کعبه الله میریم وقتی طواف، یا که در عرفات ما میبینیم که همه ملت، همه قوم به زبان خودش یعنی دعا کرده استاده است. از برای خاطر همینم البته انسان وقتی که هدفش همون آداب‌های دعا، همون چیزها رو البته بجا بیارد، دعا کند به کدام زبانی که میکند، البته دعاش مستجاب است. که در همین چیز البته باید گفته گذاریم، چون که در دعا کردن هم یک چند چیز با فرض بود است. از جمله همون چیزها و فرضها همین که از الله تعالی تنها پرسیدن، در وقتی از الله دعا میکنید به الله شریک نآوردن. دومش همین که انسان خواهد که دعاش مستجاب میشه، البته کسبش حلال، نگاه داشتن حق از چیزهای حرام، از حق مردم، و خصوصا من همین روزهای بیان آمده است که البته انسان ها باید حق مردم، اون چیزهایی که این روزها من تازه همه برای خاطر بیماران و برای خاطر، و اگر من رقم حسابی که البته از طرف متخصص کشوده شده است در وی، هم از حق مردم خوردن باید خودداری کنن که تا دعاهاشون مستجاب شود. یکی از فرضیت های قبول دعا نگاه داشتن حق از چیزهای حرام شود. بله استاد، تشکر برای شرح این موضوع. راستی با اندازه یک برنامه که حدود 30 دقیقه است ما نمیتونیم یک موضوع بزرگ را
به پورگی مطرح کرده باشیم و فکر میکنم در برنامه‌های من بعد شاید به یگان شکل سوال الهی ما حتما بازم پهلوهای دیگری مسئله رو از استاد خواهیم پرسید، زیرا دعا واقعا این مغز عبادت است و همیشگی ما در زندگی ما با دعا کار میکنیم، با دعای نفران کلانسال که در آنها برکات است و باشد که زندگی ما همیشگی پر از دعا باشد و همیشگی از خداوند، از خالق ما صمیمانه صادقانه پرسیم و حتما هرگز ناامید نشویم، زیرا خداوند همیشگی ما را میشنود و به ما لبیک میگوید. این برنامه چراغ هدایت بود. خانه‌تان آباد باشد.